تاریخ دهم نوریت 2020 در روز جمعه برای تمام مسلمانان عالم گفتنی که الله هر روز شما را روز سعید و روز مبارک بگرداند. از اینکه برکتی که کریستیانان زیاد فقط تبلیغ در روز جمعه از این کارتی که روزیان نگاه می‌دارم و یکایک همه شما را نصیب بگرداند که ما از این حرم امن الهی از مسجد الحرام در روز برای بیت الله شادی نشسته برای کسانی که از ما برای متعلم برای دعای خیر بکنیم. الله متعال ما را موفق گردان که از جمله مهمانانی میخواندگی نزد بیت الله الحرام باشیم و برای یکی بندگان در این روز سعید جمعه دعا میکنیم در رو برای بیت الله العظیم که پروردگار کسانی که در این ساعتی که در این روزی که یک لحظه از لحظه مستجاب دعا دارد در آن لحظه دعا کنند پروردگار دعای آنها را مستجاب بگرداند و نصیبشان بگرداند که از جمله موفق شدگان و زیارت کنندگان و عمره کنندگان و حج کنندگان بیت الله الحرام باشند. پروردگار چگونه که ما را از جمله موفق شدگان در مهمانی نزد خانه خودت گرداندی، از جمله طواف کنندگان و زیارت کنندگان من گرداندی. پروردگار را در روز قیامت نیز ما را از جمله موفق شدگان بگرداند، از جمله موفق شدگان به دخول فردوس اعلی، از جمله موفق شدگان از نجات از آتش جهنم. پروردگار را تمام عالم اسلامی نیاز به اصلاح دارند با کمال تواضع نزد خانه تو نزد بیت الله دست دعا می‌بریم که پروردگار تمام مسلمانان را نگه بدار. پروردگار اگر کسی از مسلمان ناحق از پروردگار اصلاحش بی‌نور بله محافظتش آمین یا رب العالمین.